این بخش از برنامه‌مون میخوام در مورد اهمیت خواب و استراحت کافی برای داشتن یک استایل فیت و زیبای ساحلی براتون توضیح بدم. همونطور که میدونید یکی از 3 اصل اساسی برای داشتن یک استایل فیت و زیبا خواب و استراحت کافیه، در کنار داشتن یک رژیم اصولی و برنامه تمرینی تخصصی. بر اساس سیرکیدین ریتم یا ریتم شبانه روزی بدن ما بعد از غروب آفتاب با توجه به افزایش ترشح هورمون ملاتونین آماده به خواب رفتن میشه. با اختلال در فرایند طبیعی خواب شبانه روزی، ارگان‌های مختلف بدن ما دچار اختلال خواهند شد. به عنوان مثال سیستم قلبی عروقی، کبد و همچنین سیستم هورمونی، به ویژه هورمون‌های تستوسترون و سوماتروپین که اختلال در ترشح طبیعی این هورمون‌ها میتونه تأثیر مستقیم روی کاهش ریکاوری عضلات و همچنین هایپرتروفی یا رشد عضلانی داشته باشه. از طرفی با اختلال در خواب شبانه روزی باعث افزایش ترشح هورمون کورتیزول خواهیم شد. همونطور که میدونید اگر هورمون کورتیزول بالا بره نگاتیو فیدبک داره با هورمون تستوسترون و همین موضوع باعث میشه که هم در فرایند ریکاوری عضلات و هم در هایپرتروفی یا رشد عضلات اختلال ایجاد بشه. همچنین نداشتن خواب و استراحت کافی میتونه روی کیفیت و شادابی پوست اثر منفی داشته باشه و با به هم ریختن هورمون‌های گرلین و لپتین یعنی هورمون‌های گرسنگی و سیری یکی از عوامل اصلی چاقی و اضافه وزن باشه. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که داشتن خواب و استراحت کافی از جهات مختلف روی ریکاوری و رشد عضلات اثر مستقیم داره و توصیه میکنم همونطور که به یک برنامه غذایی اصولی و همچنین برنامه تمرینی اختصاصی نیاز دارید، به خواب و استراحت کافی هم اهمیت بدید که بتونید به یک استایل فیت و زیبای ساحلی برسید. درود بر شما عزیزان دل. من میلاد رضایی، مربی بین‌المللی بدنسازی و فیتنس، به همراه اتلت خوبمون کاسیا اومدیم که با یه قسمت دیگه از برنامه آشپزی در طبیعت، این بار با یه تحچین رژیمی سالم و خوشمزه همراهتون باشیم. کاسیا؟ Здравствуйте, меня зовут Кассия. Сегодня мы с вами будем готовить иранское национальное блюдо. Оно очень вкусное, которое называется тачин. من که نمیدونم چی گفت، ولی بریم ببینم قراره چی براتون درست کنیم. خب چند تا تفاوت اصلی داره این تحچین سالم رژیمی و خوشمزه ما با تحچین معمولی. یک، به جای برنج سفید از برنج قهوه‌ای استفاده می‌کنیم. 2، به جای مرغ از سینه بوقلمون استفاده می‌کنیم. و 3، به جای ماست معمولی از ماست یونانی استفاده می‌کنیم. قطعاً این جایگزین‌ها باعث با کیفیت تر شدن ارزش غذایی این تحچینی که می‌خوایم براتون درست بکنیم میشه. همراه ما باشید که نحوه درست کردن این تحچین رو بهتون آموزش بدیم. خب همونطور که بهتون گفتم، برنج قهوه‌ای، ماست یونانی، تخم مرغ، نمک، سینه بوقلمون، روغن زیتون، ادویه‌جات، حالا هر کدوم که خودتون دوست داشتید، و همراه پیاز بریم و با هم این قسمت رو هم بهتون آموزش بدیم.
درود بر شما عزیزان دل. من میلاد رضایی، مربی بین المللی بدنسازی و فیتنس، افتخار این رو دارم توی این برنامه جذاب آناتومی به زبان ساده به شناخت عضلات بدن، اینکه این عضلات طی روزمره به چه شکل درگیر خواهند شد، اینکه حرکات اگر به چه شکل انجام بشه آسیبزا خواهد بود، اینکه حرکات رو به چه شکل انجام بدیم که به شکل افکتیوتر یا مؤثرتری بتونه عضله هدف رو درگیر کنه، همه قراره توی این برنامه به همراه دو تا از اتلت‌های خوبمون، یولیا قهرمان فیتنس روسیه و همچنین امبای اتلت دوست داشتنیمون، بهتون آموزش بدیم و امیدیم که این برنامه براتون کلی مفید باشه. توی این بخش از آیتم جذاب آناتومی به زبان ساده قراره در مورد عضله جذاب و دوست داشتنی سرشونه براتون توضیح بدم که خودم شخصا ارادت ویژه‌ای بهش دارم و توی برنامه‌ای که برای کلاینتام می‌نویسم به طور خاص و ویژه‌ای بهش می‌پردازم. عضله سرشونه میتونه استایل آقایون رو اصطلاحاً تی شکل، تی انگلیسی منظورمه، باز، واید و یا به قول خودمون گفتنی چارشونه و جذاب بکنه و همچنین یک ظرافت و جذابیت ویژه‌ای به استایل خانم ها بده. توی این بخش قراره در مورد بخش‌های مختلف عضله سرشونه، اینکه با چه حرکاتی به خوبی تقویت میشه، اینکه اشتباهات رایج هنگام اجرای حرکات سرشونه چی هست و طی روزمره چطوری عضله سرشونه درگیر میشه و به کمک ما میاد، همه توی این قسمت جذاب به همراه یولیا اتلت خوبمون و همچنین امبای عزیز براتون توضیح بدیم. همراه ما باشید. به طور کلی عضله سرشونه یا دلتوئید به 3 پارت یا 3 قسمت تقسیم بندی میشه. anterior deltoid یا بخش جلویی عضله سرشونه، lateral deltoid یا بخش کناری یا میانی عضله سرشونه و همچنین posterior deltoid یا بخش پشتی عضله سرشونه. طی روزمره زمانی که میخوایم جسمی رو بالای سرمون ببریم، بخش میانی و همچنین بخش جلویی عضله دلتوئید یا سرشونه به خوبی درگیر خواهد بود و همچنین زمانی که دست از روبرو بالا میاد، بخش قدامی یا بخش جلویی عضله دلتوئید به خوبی درگیر میشه. اصطلاحاً به مجموعه این حرکات نشر از جلو میگن که با دمبل، هالتر، سیمکش یا هر وسیله دیگه انجام بشه، این بخش قدامی یا جلویی عضله سرشونه به خوبی درگیر خواهد شد. زمانی که دست از کنار به سمت بالا بیاد، بخش لترال یا بخش کناری یا میانی عضله دلتوئید به خوبی درگیر میشه، مثل نشر طرفین و در حرکاتی که به این نحو دست به سمت پشت میاد، بخش پوستریور دلتوئید یا بخش پشتی عضله سرشانه به خوبی درگیر میشه. به عنوان مثال حرکاتی مثل فیس پول، فلای بک و نشر خم میتونه از حرکات فوق‌العاده‌ای باشه که برای تقویت بخش پشتی عضله سرشونه فوق‌العاده باشه. یکی از اشتباهات رایجی که به ویژه افراد آماتور هنگام اجرای حرکات سرشونه، نشر طرفین یا نشر جلو انجام میدن، اینه که از کمر کمک میگیرن و همچنین که حرکت رو در دامنه آسیبزا انجام میدن که این میتونه هم آسیب به سرشونه رو به همراه داشته باشه و هم باعث ایجاد فشار و آسیب روی دیسکای کمری بشه. حالا نحوه صحیح اجرای حرکت به چه صورته؟ اوکی؟ دقت کرده باشید. باید حرکت در دامنه سیف یا ایمن انجام بشه. به چه صورت؟ زاویه دست با تنه نباید از زاویه 90 درجه بالا بره. این نکته اول. نکته بعدی این که همونطور که دقت کردید عضلات سرشانه به خوبی درگیر هست و از قسمت‌های دیگه بدن کمک گرفته نمیشه. بحث بعدی هم که خیلی مهمه اینه که
حتما هنگام اجرای حرکت تمرکز کافی چه در بخش مثبت حرکت و چه در بخش منفی حرکت داشته باشید که بتونید عضله هدف رو به خوبی تقویت کنید. و اما یکی از بدترین اشتباهاتی که هنگام اجرای حرکات پرس سرشانه، چه با دستگاه آزاد، چه با دستگاه اسمی، چه با هالتر و یا دمبل میشه انجام داد، اینه که دست ها به سمت عقب بره که این میتونه آسیب های وحشتناکی رو برای شونه به همراه داشته باشه. نکته بعدی هم همونطور که میبینید مچ شکسته شده که این هم باز هم میتونه آسیب رسان باشه. اما نحوه صحیح اجرای حرکت به چه صورت هست؟ اوکی؟ دقت کرده باشید، آرنج رو میدید به داخل و مچ دست هم در راستای استخوان دست قرار میگیره. این باعث میشه که در یک زاویه سیف یا ایمن حرکت رو اجرا کنید و همچنین عضلات هدف به خوبی تقویت بشن. Good job. حرکت فیس پول یکی از مهمترین و مؤثرترین حرکات برای تقویت ناحیه خلفی یا بخش پشتی عضله سرشونه محسوب میشه. اما خیلی از افراد هنگام اجرای این حرکت به چند مورد دقت نمی‌کنن. یکی از مهمترین نکاتش پاسچر یا نحوه صحیح قرار گرفتن بدن هنگام اجرای حرکت هست. نکته بعدی هد زدن یا سر رو به سمت جلو قرار دادن زمانی که اصطلاحاً سیمکش رو میخوام بکشم و بحث بعدی عدم تمرکز روی عضله هدف هست. حالا بریم با هم نحوه صحیح اجرای این حرکت رو مرور کنیم. اوکی؟ دقت کرده باشید بدن در یک شرایط استاندارد و مناسبی قرار گرفته. بخش پشتی عضله سرشونه الان داره به خوبی تقویت میشه و تمرکز روی نحوه صحیح اجرای حرکت چه در بخش مثبت و چه در بخش منفی وجود داره. این نکته رو همیشه به یاد داشته باشید که سرشونه یکی از استراتژیک ترین نقاط بدنه و با تقویت عضلات سرشونه میتونیم به ثبات مفصل سرشونه و اصطلاحاً استخدام کردن نگهبانانی قدرتمند برای مفاصل این ناحیه کمک کنیم. توی این آیتم میخوایم در مورد مشکلات خواب در سالمندان و اثر مثبت ورزش و داشتن یک لایف استایل سالم روی این موضوع رو با هم بررسی کنیم. اما قبل از هر چیزی میخوام به زبان شیرین ترکی سوالی رو از اردم اتلت خوبمون که اهل کشور ترکیه است بپرسیم. پیشاپیش بهتون بگم اگر در تلفظ مشکلی هست به بزرگی خودتون ببخشید. Erdem, geceleri nasıl uyuyorsun? Açıkçası bebek gibi uyuyorum. همین یه تیکش کافیه برای کل این مطلب. میگه من به سادگی و راحتی یک کودک میخوابم. خب قطعا دلیل این داشتن یک لایف استایل خوبه. بریم در ادامه ببینیم که توضیحات اردم در مورد این موضوع چی هست. Devam et lütfen. Sabahları çok erken kalkarım. Önce çok sert bir idman yaparım. Ondan sonra ofise gidip uzun saatler çalışırım. Dolayısıyla bu arada temiz beslenmeye, sağlıklı beslenmeye çalışırım. Bunu bir yaşam tarzı haline getirdim. Nereye gidersem gideyim. Dolayısıyla akşam eve hem zihinsel hem bedensel olarak yorgun gelirim. Ve rahatlamış olarak aslında gelirim. Bu yüzden kaliteli bir şekilde uyuyabiliyorum geceleri. فوق‌العاده بود. حتما در ادامه نتیجه تحقیقات روی این موضوع رو هم کامل خدمتتون توضیح میدم. در سنین بالاتر در مقایسه با سنین جوانی اختلالات خواب، مشکلات در به خواب رفتن و یا بیداری‌های زود هنگام از جمله اختلالات شایعی محسوب میشه که گاهن فرد مجبور به مصرف دارو خواهد شد و همچنین قطعاً
عوارض خاص خودش رو هم به همراه داره. در حالی که مطالعات و تحقیقات زیادی به اثبات رسوندن که افرادی که به طور منظم ورزش میکنن و ورزش جزئی از لایف استایل اونهاست، به ویژه ورزش مقاومتی، یعنی همون کار با دمبل و دستگاه بدنسازی در کنار تمرینات هوازی مثل دویدن، هم اختلالات خواب در این افراد بسیار بسیار کمتره و هم کیفیت خواب بالاتری دارن. پس توصیه میکنم در هر سنی که هستید ورزشکار باشید. Hi doctor. Hi. How are you? Fine, and you? I'm good. Thank you so much. درود بر شما عزیزان دل. امیدیم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه و شاد و سلامت باشید. با یه بخش دیگه از برنامه دکتر فیت در نهایت احترام در خدمتتون هستیم و توی این برنامه میخوایم به موضوع تخصصی و البته بسیار مهم دردهای کمری بپردازیم. امیدیم که این بخش هم بتونه براتون مفید باشه. ابتدا یکی از مهمترین سوالاتی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که دردهای کمری کلاً چند دسته هستن؟ خب دسته‌بندی برای کمردرد زیاده، ولی در کلی ترین حالت ممکن ما 2 نوع درد کمری داریم: درد کمری التهابی و غیر التهابی یا ماسل و اسکالدل. دردهای التهابی عمدتاً در نتیجه بیماری‌های روماتولوژیک مثل روماتیسم مفصلی هستند. ویژگی این دردها اینه که با استراحت بدتر میشن و با کمی نرمش و تحرک آروم میشن. معمولاً میتونن باعث حالتی به نام مورنینگ استفنس یا خشکی صبحگاهی بشن. چون فرد در شب غالباً بی حرکت بوده، صبحها مفاصلش خشکه و به مرور بهتر میشه. در مقابل اون دردهای غیر التهابی هن که خودشون علتهای گوناگونی دارن، ولی 3 تا از مهمترین علتاش عبارتند از مشکلات دیسک بین مهره‌ای، اسپاسم عضلات، تنگی کانال نخاعی. توی سوال قبلی دکتر گورکان چند تا مورد رو مطرح کردن. ابتدا میخوایم بدونیم که چه تفاوتی بین اینها وجود داره و آیا راهی برای افتراق اینها وجود داره؟ سوال به جایی پرسیدین، چون مردم عمدتاً همه این مشکلا رو در یک شکل میشناسن و میگن فلانی دیسک کمر داره. خب این یک غلط مصطلحه. همه دیسک کمر داریم. منظور در عبارت فلانی دیسک کمر داره در واقع اینه که دیسک کمر فلانی مشکل داره. در واقع دیسک بین مهره‌ای یک بالشتک اسفنجی فرم بین هر 2 مهره ستون فقراته که باعث میشه سطح مفصلی خورده نشه. در ارتباط با افتراق این موارد هم خیلی خوبه که به متخصص ارتوپد مراجعه بشه و فرد حتما MRI بشه، چون تصویربرداری انتخابی برای ناحیه ستون مهره در تمامی رفرنس های پزشکی MRI که به خوبی بافت نرم و استخوان ها رو نشون میده. سوال بعدی این که چه مشکلاتی ممکنه برای دیسک های بین مهره‌ای ما به وجود بیاد؟ از شایع ترین مشکلات دژنریشن دیسک است. یعنی به مرور زمان و در افرادی که پا به سن میذارن این دیسک آب از دست میده و دیگه حالت اسفنجی قبلی خودش رو نداره. این تغییر شکل میتونه در محل مفصل ایجاد درد بکنه. یکی دیگه از مشکلات رایج فتق دیسک یا دیسک هرنیشنه. یعنی دیسک از بین 2 مهره کمی لیز میخوره، بخشی از دیسک به خارج از اون فضا میاد. این تغییر میتونه باعث فشار رو نخاع بشه و نهایتاً منجر به بروز درد در کمر و اندام تحتانی بشه. در ادامه سوال قبلی چطور میشه از بروز همچین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ ورزش تأثیر مهمی در پیشگیری از بروز این موارد داره. زمانی که شما بتونید عضلات زنجیره خلفی یا پوستریور چین خودتون رو تقویت کنید، یه دیوار مستحکم پشت دیسکا قرار میگیره که مانع از بیرون زدگی دیسک میشه. همچنین فراموش نکنین که عضلات پایین‌تنه به خصوص عضلات ناحیه باسن و همسترینگ ها بسیار مهمن.
افراد عمدتاً عضلات پایین تنه ضعیفی دارن. اینجوری تصور کنید که عضلات پایین تنه ستونای کمرن. خیلی از دردهای کمری در سر اسپاسم یکی از عضلات ناحیه کمر به وجود میان. سوال بعدی این که کاهش وزن هم میتونه مؤثر باشه؟ بله قطعاً. یکی از ریسک فاکتورهای مهم بروز مشکلات دیسک کمر و همچنین تنگی کانال اضافه وزنه. به افرادی که این مشکلات رو دارن توصیه میکنم که حتما کاهش وزن داشته باشن. مطمئن باشید که شرایطتون خیلی بهتر میشه. سوال بعدی این که ورزش بدنسازی برای این افراد ضرر داره؟ سوال بسیار بسیار خوبی پرسیدین. اگه بخوام علمی جواب بدم نه، ولی متاسفانه کیس های زیادی دیدم که بر اثر تمرینات اشتباه وضعیتشون بدتر شده. افرادی که این مشکلات این چنینی دارن باید برنامه تمرینی تخصصی تحت نظر مربی آگاه و با دانش داشته باشن و نظارت پزشک در طراحی این برنامه‌های تمرینی حتما لازمه. سوال بعد این که عملهای جراحی چه جایگاهی در درمان مشکلات دیسک کمری داره؟ ما یه سری علائم خطر در مشکلات دیسک داریم که اگه اینا به وجود بیان فرد باید سریعاً بره اتاق عمل. به عنوان مثال ممکنه دیسک باعث فشار به نخاع و بروز بی اختیاری ادراری بشه یا فلج اندامها و غیره. در صورتی که شکایت اصلی فرد درد و محدودیت حرکتی باشه ما خیلی دوست نداریم همون اول مریض رو ببریم اتاق عمل، به خصوص اگه فرد مسن باشه. بیشتر دوست داریم با تمرینات ورزشی و کاهش وزن شرایط عضلانی بهتری ایجاد کنیم. اگه فردی خودش مایل به عمل جراحی باشه و یا علیرغم درمان نتایج رضایت بخشی دیده نشه، عمل جراحی میتونه گزینه بعدی درمان باشه. دکتر گورکان در ابتدای صحبتاشون به دردهای التهابی اشاره کردن. این دردها شامل چه مواردی میشه؟ همونطور که گفتم این دردها در اثر بیماری‌های روماتولوژیک هستند. در این موارد باید به روماتولوژیست مراجعه کنین و درمان دارویی بشین. در بعضی بیماری‌ها فیزیوتراپی هم میتونه کمک کننده باشه، ولی درمان اصلی در این موارد داروییه. آیا اسپاسم‌های عضلانی هم میتونه یکی از علل دردهای کمری باشه؟ دوست داریم در این مورد هم دکتر گورکان بیشتر برامون توضیح بدن. اسپاسم یک عضله به معنی اینه که عضله در فاز انقباض قرار داره و نمیتونه از اون فاز خارج بشه. دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه، از دیهایدریشن ساده یا مشکلات الکترولیتی و کارهای سنگین. زمانی که عضله در انقباض طولانی قرار میگیره، آسیب سلولی منجر به آزادسازی یه سری فاکتور التهابی میشه که پایانه‌های عصبی رو تحریک میکنه و باعث بروز درد میشه. تا اینجا در ارتباط با درد در محل اسپاسم صحبت کردیم، ولی اسپاسم میتونه دردهای راجعه یا اصطلاحاً ردیکولاپاتی هم به همراه داشته باشه. بعضی اعصاب از کنار برخی عضلات عبور میکنن. به همین علته که اسپاسم این عضلات میتونه عصب رو هم تحت فشار قرار بده و ایجاد درد بکنه. به عنوان مثال عصب سیاتیک که همه اسمش رو شنیدین از زیر عضله‌ای به نام پیرفورمس عبور میکنه. این عضله معمولاً در کارهای سنگین مثل بلند کردن اجسام سنگین دچار اسپاسم میشه و به عصب سیاتیک فشار وارد میکنه و همچنین باعث درد در اندام تحتانی میشه. توی توضیحاتشون به عصب سیاتیک هم اشاره شد. دوست داریم در این مورد هم دکتر برای ما توضیحاتی داشته باشن. عصب سیاتیک بزرگترین و طولانی ترین عصب بدنه که از نخاع منشأ میگیره و در پشت پا حرکت میکنه و تا ساق امتداد داره. آسیب یا فشار روی این عصب میتونه باعث بروز درد، بی‌حسی یا تینگلینگ یا همون سوزن شدن در پا بشه. به بروز درد در اثر عصب سیاتیک سایاتیکا گفته میشه.
درد در اثر عصب سیاتیک یک درد شارپه. خیلی‌ها میگن دکتر ناگهان انگار به پام شوک میدن. این حالت شوک معمولاً در اثر سرفه، عطسه و یا خم شدن به وجود میاد. اصلا چه مواردی باعث بروز دردهای سیاتیک میشه؟ مهمترین عوامل بازم مربوط به دیسک بین مهره‌ایه. فتق دیسک، دژنریشن دیسک و همچنین تنگی کانال نخاعی در صدر لیست قرار دارن. همچنین آرتروز مفاصل یا همون آستئوآرترایتس یکی از علل مهم بروز درد عصب سیاتیکه. به صورت گذرا خانم‌های باردار هم ممکنه دچار این مشکل بشن که با زایمان بهبود پیدا میکنه. آیا سبک زندگی اثری در بروز دردهای سیاتیک داره؟ خیلی زیاد. ریسک فاکتورهای بروز درد سیاتیک در یک آدم بدون سابقه ضربه به کمر رو به شکل یک سه‌پایه در نظر بگیریم. یه پایه این سه‌پایه obesity یا چاقیه. پایه دوم قدرت ناکافی عضلات مرکزی بدن یا کورماسلاست و مورد سوم هم شغل افراده. در واقع افرادی که مشاغل پشت میز دارن ساعتها در پوزیشن‌های بدی قرار دارن و در دراز مدت این عامل باعث بروز درد عصب سیاتیک میشه. و در پایان میخوایم از دکتر بپرسیم که چه توصیه‌ای برای برطرف شدن دردهای کمری دارن؟ توصیه بسیار مهم من داشتن یک سبک زندگی سالمه. حواستون به سطح فعالیتتون باشه. زندگی پر از سکون و بی حرکتی آینده مناسبی برای اسکلت و عضلاتتون به همراه نداره. ورزش کنین، عضلاتتون رو تقویت کنین، رژیم غذایی سالمی داشته باشین و اینو هم یادتون باشه که در صورت نیاز حتما به پزشک مراجعه کنین و فکر نکنین که همه چی خودش حل میشه. امیدوارم این بخش از برنامه دکتر فیت هم براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. چند تا حرکت به هم بده، میخوام شکمم اپ کنم. سکوات، ددلیفت. سکوات، ددلیفت برای پاس. کاملا درست شنیدید. اگر باز هم همین سوال رو ازم بپرسید که چند تا حرکت بهتون بدم که شکمتون رو آب بکنید، هیچ وقت حرکات شکم رو به شما معرفی نمی‌کنم. چرا که ما با انجام دادن حرکات شکم فقط عضلات شکم رو تقویت می‌کنیم. و برای چربی سوزی این دو اصل رو باید رعایت بکنید. یک، رژیم غذایی اصولی داشته باشید که در شرایط دیفیسیت کالری یا نقصان کالری قرار بگیرید. به چه معنا؟ به این معنا که مقدار کالری های دریافتیتون از مواد غذایی که طی روز استفاده می کنید حتما باید کمتر از کالری مصرفیتون باشه. و دو، رزیستنس ترینینگ یا تمرینات بدنسازی مثل همین کار با دمبل و دستگاه بدنسازی، در کنارش هم تمرینات هوازی مثل دویدن و تردمیل و غیره رو توی برنامه‌تون داشته باشید. اما من چرا گفتم ددلیفت و اسکوات؟ ددلیفت و اسکوات با توجه به اینکه حرکات چند مفصلی هستن کالری سوزی بیشتری هم دارن به نسبت اینکه صرفاً بخواید حرکات تک مفصلی شکم رو انجام بدید. پس به طور کلی برای این که بخواید چربی سوزی بکنید دنبال حرکت خاصی نباشید. به دنبال این باشید که این پروتکلی که بهتون گفتم، یعنی قرار گرفتن در شرایط دفیسیت کالری یا نقصان کالری و همچنین تمرینات بدنسازی منظم، در کنارش هم حتما تمرینات هوازی رو داشته باشید. به خواب و استراحت کافیتون هم اهمیت بدید.
when you're feeling undefined. Suppose there are days when you call this time to quit. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night, reach up and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry, drink up, no, the night is early. Keep dancing, there's no time for running right. Keep dancing, there's no time for running right. Keep dancing, there's no time for running right. Suppose there are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined. Suppose there are days when you call this time to quit. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night, reach up and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry, drink up, no, the night is early. Keep dancing, there's no time for running right. Keep dancing, there's no time for running right. Keep dancing, there's no time for running right. There are times when you lose your troubled mind. Suppose there are times when you're feeling undefined. Suppose there are days when you call this time to quit. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night, reach up and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry, drink up, no, the night is early. Keep dancing, there's no time for running right. Keep dancing, there's no time for running right.